خب سلام. دیگه فکر کنم نیازی به معرفی اصلا نباشه وقتی که مسعود عطیابی کارگردان، ابراهیم باقریان تهیه کننده است، فیلمم تگزاس 3 باشه که روز اول اکرانش هم ترکونده 6 میلیارد هم روز اول اکرانش فروخته، نیازی واقعا به گفتن نیست. یه مسلمه که یکی از فیلم های خیلی پرفروش سینما ایرانی که اکران شده و بعد از مدت‌ها دوباره مسعود عطیابی و ابراهیم عاملیان با هم کار کردن و قسمت سوم تگزاس رو دادن. بازیگراش هم پژمان جمشیدی، سام درخشانی، ژاله صامتی، مهدی هاشمی و خلاصه داستانم بخوایم بگیم در واقع درست ادامه بر همون قسمت دومشه. شما باید من قسمت 1 و قسمت 2 رو دیده باشین که بتونید بیشتر 3 رو بفهمید. شما که این پایین میبینید واقعا عالی.